مخدوم اسماعیل پیر محمدزاده، معروفترین واعظ معاصر تاجیک، عضو شورای علما و امام خطیب مسجد مرکزی ناحیه ایسار، روز 18 مای سال 2022 همگی چند هفته قبل از رسیدنش به سن مبارک 70 از عالم چشم پوشید. مراسم ودا و نماز جنازه این عالم شناخته دین وقت نماز پیشین در ایسار دایر می شود. مخدوم اسماعیل در بین مردم نه فقط با موعظه های پربارش در مسائل دینی اعتبار به دست آورده بود، بلکه همچون یک داننده خوب ادبیات کلاسیک و معاصر با تفسیرهای پرمعنی اشعار بزرگان ادبیات ما در جامعه از جمله در میان روشنفکران از آبرو و منزلت ویژه برخوردار بود. مخدوم اسماعیل خودش نیز شعر می نوشت. سبب مرگ مخدوم اسماعیل گفته نشده است. تازه هفته گذشته او در دوشنبه در دو محفل مهم فرهنگی، محفل ادبی بارگاه سخن و هم در جشن 85 سالگی هنرمند به همتا هاشم گدا اشتراک داشت. اهل دین و همچنین روشنفکران تاجیک در گذشت مخدوم اسماعیل پیر محمدزاده را یک تلفات بزرگ هم برای عرصه دینی و هم برای اهل فرهنگ تاجیکستان می نامند.